عروسی دوم رویا دوست، هنرمند خوش صدا اما با کی؟ دلیل دوری رویا دوست از هنر موسیقی چی بوده است؟ همسر اول رویا دوست کیست؟ و آیا مواقع رویا دوست در شفاخانه در جرمنی بستری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. رویا دوست، هنرمندی خوش صدا، خوش سیما و ناماشنای افغانستان، در اصل از ولایت زیبای ایرات می باشد، ولی در سن نوجوانی افغانستان را به مقصد اروپا ترک کرده است. رویا دوست در کشور آلمان زندگی می کند و در آنجا تحصیلات عالی خود را در رشته هنرهای زیبا به اتمام رسانیده. رویا دوست نه تنها هنرمند خوب، رسام خوب، آرایشگر خوب، دختر سینمای افغانستان بوده است. رویا دوست قبل از آن که آهنگ بسرایت فیلم‌های بیشماری ثبت کرده است و در ویدیو کلیپ‌های هنرمندان دیگر نقش بازی می‌کرد. بعد از آن که متوجه شد هنر آوازخوانی در افغانستان خیلی خوب است، وی هم آهنگ‌های نشر کرد که مورد حمایت و استقبال مردم قرار گرفت. رویا دوست یک بار ازدواج کرده بود، ولی این ازدواجش ناموفق بوده است و از شوهر اولش فقط دارای یک فرزند است. رویا دوست این روزها تصاویرش را در صفحات مجازی نشر کرده است که به بار دوم خواسته ازدواج کند، اما تاکنون افشا نکرده شوهر دوم وی کیست و از کجا می باشد. رویا دوست مدت 3 سال می شود به دلیل نامعلوم کارهای هنری خود را متوقف کرده است، ولی علاقمندانش همیشه درخواست نشر آهنگ‌های جدید از رویا دوست کردند. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان رویا دوست به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.